رهبر این گروه میاد دونه دونه از این خانوم ها یه جورایی مخشون رو میزنه، بهشون میگه که ما با آهن داغ میذاره و به اصطلاح اونها رو مارک میکنه. قاضی اون پرونده، یعنی قاضی های اون پرونده بر این بودن که به این آقا حکم سلام بچه، حالتون چطوره؟ هلیا اینجاست و خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. امروز میخوام راجع به یکی از ترسناکترین فرقه های دنیا باهاتون صحبت کنم که این فرقه خیلی تلفات زیادی از نظر روحی برای یک سری از خانم ها داشته و خیلی درخواست کرده بودید که براتون ویدیوش رو بگیرم، پس منم ویدیوش رو گرفتم و امروز راجع به فرقه نکسیام میخوام باهاتون صحبت کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ ویدیو. این ویدیو ممکنه که خیلی شما رو بدبین بکنه نسبت به خیلی از کسایی که میخوان شما رو به توسعه فردی و خودآگاهی برسونن. پس همه رو یه طور نسنجیم، ولی مراقب باشیم که از اینجور اتفاقا برامون نیفته. این فرقه اسمش نکسیام بود که در اولین بار که قرار شد تأسیس بشه آقای کیت رینیر یا رینیر، اگر اشتباه میکنم توی کامنت ها بهم بگید، و دستیارش تصمیم میگیرن که این فرقه را بندازن و به خانوم های جوان کمک بکنن و بهشون یاد بدن که چطور زندگیشون رو بهتر بکنن، چطور حال بهتری داشته باشن. خیلی از این مدل افراد رو ما توی اینستاگرام میبینیم. خب خیلی هاشون نیتشون درسته، خیلی هاشون هم اینطور نیست. اما چیزی که امروز میخوام باهاتون صحبت کنم، این فرقه واقعا چیزای وحشتناکی پشتش بوده و اتفاقاتی که توی آخر ویدیو براتون راجبش صحبت میکنم خیلی 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 شومه. تمام کسایی که میان وارد این فرقه میشن در اولین مرحله فکر میکنن که با پیوستن به این انجمن قراره که زندگی بهتری داشته باشن، غافل از این که چه سرنوشت شومی در انتظارشونه. این انجمن میاد بهشون میگه که هر کی دختر جوان داره، خواهری داره، بیاره به این انجمن، ما میخوایم به شما کمک کنیم، حالتون رو بهتر کنیم. و اینکه خب مردم قرار میشه که به این فرقه بپیوندن و خب خیلی خوششون میاد از اینکه این آدم میخواد رایگان این تجربیات رو در اختیارشون بذاره. این آقا قبل از اینکه بیاد شروع کنه به این کار خب سرگذشت خیلی خوبی داشته، آدم خوبی بوده، شناس بوده توی یه سری از مناطق، اما این فرقه خیلی 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 بزرگ میشه و کشورهایی مثل مکزیک، کانادا و آمریکا رو درگیر خودش میکنه. اما چه چیزی بوده؟ یه سری کلاساشون شروع میشه، مردم میان، خیلی خوششون میاد، استادای خیلی خوبی براشون میارن، حالشون روز به روز بهتر میشه. اما غافل از این که نمیدونستن توی اون جلسات یه جورایی توی هر جلسه یک کلمه کوچیک توی ذهنشون میشینه و شستشوی مغزی میشن و افکارشون داره عوض میشه و روز به روز هم بیشتر داره این اتفاق میفته. بعد از یک مدتی آدم ها به این فرقه یکم مشکوک میشن، اما این فرقه به این راحتی ها قرار نیستش که این اتفاق براش بیفته. چرا؟ چون که رهبر این گروه میاد دونه دونه از این خانوم ها یه جورایی مخشون رو میزنه، ای بر نفس اماره لعنت، بهشون میگه که من خیلی از تو خوشم اومده، میخوام تو رو رهبر این گروه بکنم. اون یکی رو باهاش همین صحبت رو میکنه، میگه میخوام رهبر فلان گروه بشی و دونه دونه اینها رو با خودش اوکی میکنه. آدم خودش میشن اینا در اصل و بالا سر یه سری گروه ها قرار میگیرن که در آخر متوجه میشن که با این کاری که با این رهبران میکنه میخواد چیکار کنه؟ قصدش اینه که به اونها تجاوز بکنه و اونها میان و توی برنامه‌های مختلف این رو به خبرگزاری ها میگن. یکی از اونها که خیلی هم ضربه بدی از این موضوع میخوره چی میشه؟ وقتی که خودش میاد و وارد این فرقه میشه و مدیر یا همون رهبر یکی از گروه ها میشه، از این آقا باردار میشه، خواهرش هم همینطور و اون آقا مجبورش میکنه که بچهش رو بندازه و خیلی اتفاقات وحشتناکتری توی این گروه میافته.
یکی از کسایی که توی این گروه بوده میگه که این آقا میخواست منو مجبور کنه که من 45 کیلوگرم وزن کم کنم و من مقابله کردم و این آقا من رو به مدت 2 سال توی اتاق حبس کرد. اما فکر کردین که در آخر قضیه این بوده که این میخواست این خانوما رو بیاره اینجا باشون ارتباط برقرار کنه و حال خودش رو خوب کنه و از این صحبت ها سخت در اشتباهی. چون که قصد این شرکت این بوده که پولهای خیلی بزرگی رو جابجا بکنه. از چه طریق؟ از طریق قاچاق دختر یا همون انسان که خیلی جرم بزرگیه توی تمام کشورهای دنیا و اگر دست یک پلیس یا کسی به این آدم ها برسه نمیدونید که چه بلای بدی سرشون میارن. و نکته‌ای که خیلی حرص منو در آورد اینه که بذارید اینو بهتون نگم، آخرش میگم که خیلی حرصم در اومد از این موضوع. به تخمم. بچه‌ها اینم بهتون بگم که حالا تا نرفتیم سراغ موضوع بعدی، من مبتلا به حالا یه نوعی از کرونا شدم به تخمم و صدام به خاطر اونه که یکم تو دماغیه. اگر نمیتونید تحمل کنید به بزرگی خودتون ببخشید، اما این ویدیو خیلی برام مهم بود و دوست داشتم که زودتر براتون بذارمش. بریم بگم چی میخواستم بهتون بگم. این آقا میاد علامت KR رو روی بازوی سمت چپ این خانوم ها با آهن داغ میذاره و به اصطلاح اونها رو مارک میکنه. چرا این کارو میکنه؟ که همه بفهمن که اصلا این آدم خیلی آدم گنده‌ایه، میخواسته برای خودش یه مافیایی را بندازه، حالشو ببره دیگه و بهش بگن که بابا تو چقدر خفنی و از این حرفا. چه اتفاقی میفته؟ کم کم یه سری از این آدم ها خب نمیخواستن به خواسته های اون تن بدن و شروع میکنن به نافرمانی کردن. این آدم هی دونه دونه حبسشون میکنه تو اتاق، بهشون میگه که من ازت عکسای برهنه دارم، میتونم همشون رو پخش کنم، اگه میخواین اتفاق بیفته از من نافرمانی کن. خیلی تهدیدشون میکنه و اینکه وقتی که اونها توی سنین مختلف بچه دار می شدن، حالا چه از همسرانشون، چون خانمای جوانم بودن توی این گروه ها، یا چه از رهبر این گروه که کیت رینیر باشه، چه اتفاقی میفته؟ از تمام اون بچه ها هم عکس برهنه میگیره و مادرانشون رو با اونها تهدید میکنه. It was right then that Keith Raniere took a very dark turn that impacted my daughter's life profoundly. I wish I had known. I wish I had known to be able to intervene in that moment. و با تمامشون مثل برده رفتار میکرده دیگه، یعنی هرچی من میگم اون چیزی که من میگم و باید بخوری، این چیزی که من میگم و باید بپوشی، جایی که من میگم باید بری و از این چیزایی که خیلی هممون میشنویم در طول روز که میگن آره مثلا فلانی اینجوریه، ولی خب این آدم یه طرز دیوانه‌وار عجیبی بوده که این کارا رو انجام میداده. حالا قصد اصلی این آدم از این کار چی بوده؟ قصد اصلیش این بوده که دخترایی که به دردش میخورن، اونایی که خیلی زیباترن، اونایی که خیلی بدن بهتری دارن، بتونه اونها رو قاچاق کنه، بفرسته به کشورهای دیگه، پولشو بیاره پیش خودش، روز به روز این گروه رو بزرگتر کنه و در مجموع شاید باورتون نشه بیشتر از 16,000 نفر عضو این انجمن میشن. یه سریاشون قصر در میرن. خب وقتی که یه گروه میشه 16,000 نفر، طبیعتاً کنترل کردنش هم خیلی سخت میشه. پس آمار از دست این آقای کیت رینیر در میره و دستیارش که خانم آلیسون مک بوده کم کم دیگه وامیده، میخواد فرار کنه، نمیتونه و در آخر این آقا توسط پلیس فدرال آمریکا دستگیر میشه. ابوالفضل. بعد از دستگیریشون نکته هرس‌دراری که میخواستم بهتون بگم، اون نکته هرس‌درار اینه که خودش و وکلاش میان توی دادگاه علیه تمام کسایی که میان شهادت میدن و مدارکی که علیه این آدم بوده میان میگن که نه من کاری نکردم، اتفاقی نیفتاده. خودش هم انکار میکنه، وکلاش هم انکار میکنه و وکلاش میگن اشکالی نداره، حالا که این اتفاق افتاده ما از شما میخوایم که شما براش 15 سال حکم زندان بزنید. خیلی پررویانه است. زمانی که من خودم میام بهش فکر میکنم میگم خب وقتی که
علیهمون یه مدرکی باشه، من چرا باید بیام بگم که آره خب من با پررویی تمام اینجوریه دیگه شده. 16,000 نفر زن و کودک که توسط این فرقه شکار می شدن در اصل و حالا توقع دارن که 16 سال زندانی بشن، چه اشکالی داره؟ اما قاضی اون پرونده، یعنی قاضی های اون پرونده برای این بودن که به این آقا حکم حبس ابد بدن. اما با اصرار وکلاش و حالا یه سری آدمای گنده که پشتش بودن، برای این آقا 120 سال زندان تعیین میشه. 120 سال زندان با حبس ابد چه فرقی داره؟ برای انسانی که میانگین طول عمرش حالا مثلا 80-90 نهایتا 100 ساله و در اصل این آقا برای 120 سال راهی زندان میشه و درس عبرتی میشه برای اونایی که میخوان این کار رو انجام بدن. و قاچاق دختر از اون به بعد خیلی کمتر میشه، نمیگم نیست بچه‌ها، این اتفاق همچنان در حال افتادنه، نمیشه انکارش کرد. حقیقت خیلی وحشتناکیه که خود آدم‌ها هم گاهن به اون تن میدن برای فرار کردن از یه سری از مسائل و اینکه خب حقیقت اجتناب ناپذیره که همچنان وجود داره. اما فرقه نکسیام بعد از این مدتی که حالا کارهای مزخرفی کرده از بین میره. یه سری از خانم‌ها و دخترها آزاد میشن، اونا که روی دستشون نشونه بوده از کشورهای مختلف پلیس میره پیداشون میکنه، به خانواده هاشون برشون میگردونه و خیلی اوضاع سعی میشه که بهتر بشه. اما باز هم خب یه سری از اونها بر نمیگردن، یه سری از اونها که کشته شدن توی این راه. و حتی آره میخواستم اینم بهتون بگم که این کار کشته داشته، یعنی زمانی که به حرفش گوش نمی‌کردن این آقای رینیر رو میومده و اون دخترها و زنها رو سربنیست میکرده و گاهن پیش اومده که خانواده هاشون اومدن سراغ این دخترها، اومده خانواده هاشون رو هم سربنیست کرد. و دقیقاً نکته جالبش هم همینه که بعد از این همه کار و اتفاقاتی که افتاده میاد و انکار میکنه تمام موضوعاتی که پیش اومده رو. امیدوارم که 120 سال در زندان بپوسی عزیز من، یعنی کسی که میاد این کارها رو با دخترای مردم میکنه واقعا هیچ، میگن راجع به کسی مثلا دعای بد نکنین، اما من واقعا راجع به اینطور آدما نمیتونم مثبت باشم، چون که اینها روز به روز آدم‌ها رو بدبین‌تر میکنن، باعث میشن که من دختر توی هر جای دنیا میخوام تنها بیرون برم نتونم حتی توی روز روشن ترس داشته باشم از اینکه چه اتفاقی میفته. و توی همه کشورها هم وجود داره، نه فقط ایران، نه فقط جاهایی که حالا دارم بهتون میگم، توی همه کشورها این وجود داشته باشه و روز به روز افسردگی، روز به روز حال بد و خیلی از این چیزها پیش بیاد. امیدوارم که برای هیچ کس همچین اتفاقاتی نیفته و اینکه بدونید من خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و یادتون باشه که من خیلی دوستتون دارم. فعلا